کسانی که زود عصبانی میشن و زود هم پشیمون میشن سنگدل و پرخاشگر نیستن. از نظر روانشناسی این واکنش به خاطر سختی‌هایی که در گذشته تجربه کردن. اونا بارها و بارها از نزدیکترین آدمای زندگیشون ضربه خوردن، بارها کسی بهشون حق نداده، بارها آسیب دیدن و همه اینها روی روحشون انباشته شده و مثل یک زخم قدیمی گاهی با کوچکترین لمس سر باز میکنن. این عصبانیت ناشی از سالها درد و سالها سرکوب شدنه که بالاخره یک جا خودشو نشون میده. اما پشت این خشم یک روحی پر از عشق و مهربانی پنهان شده که فقط کافیه یه آدمی بیاد اون روح عشق و مهربانی رو درک کنه